set of skills. Presidential authority. Program. Reckless. Where's 007? And for each other. Brothers. Yeah. What do you know about the Sierra program? James Bond. Get it done and get home to our families. You don't understand. But now the enemy is invisible. He's 5, 4, 3, 2, 1! Officially, I can't put you on this. تمام دوستان فیلم و سینما به کانال ایران نتفلیکس خوش اومدید. مرسی که مثل همیشه ویدیوهای ما رو دنبال میکنید و از ما حمایت میکنید. لطفا تا آخر این ویدیو ما همراه باشید و ما انرژی بدید. تو این ویدیو براتون 5 تا از بهترین فیلم‌های اکشن و جاسوسی چند سال اخیر آوردم که مطمئنم ازشون خوشتون میاد و از ندیدنشون پشیمون میشید. پس لطفا تا آخر این ویدیو ما همراه باشید. و اگه کانال ما رو هنوز ساب نکردید ما ساب کنید و همیشه ما رو دنبال کنید. بریم ادامه ویدیو رو با هم. Set of skills. اپریشن فورچن یا عملیات فورچن در سال 2023 توسط ایالات متحده تولید شد. درباره عملیات جاسوسی ملی توسط فورچن با نقش‌آفرینی جیسون است که به دنبال وسیله ارزشمند راهی می شود و او نمی‌داند وسیله چیست و نه از انگیزه سرقت و فروش آن اطلاع دارد و همین موضوع کار را برای او سخت می‌کند. در ژانر اکشن وجود صحنه‌های خشونت‌آمیز امری عادی است و نکته مثبتی که در این فیلم وجود دارد گذرا و غیر واضح بودن این لحظه هاست، اما طرح این موضوع به معنی عدم محدودیت و ردبندی سنی نیست و این فیلم برای گروه سنی کمتر از 14 سال توصیه نمی شود. No Time to Die یا زمانی برای مردن نیست. بعد از 25 سری اقتباس از اثر جیمز باند به نظر می رسد که آخرین سری آن در سال 2021 با نام زمانی برای مردن نیست تولید شده. در این فیلم جیمز باند که در دوران بازنشستگی به سر میبرد متوجه تهدیدی جهانی می شود که روابط خانوادگی او را نیز تحت شعاع قرار می دهد. خشونت و دلهره ناشی از وجود ویروسی کشنده و همراه ناهنجاری‌هایی مثل سیگار کشیدن و غیره از جمله مواردی هستند که باعث شده تا این فیلم برای گروه سنی کمتر از 15 سال نامناسب باشد. مطمئنم از دیدن این فیلم لذت می‌برید. گریمن یا مرد خاکستری یک فیلم اکشن و دلهره‌آور آمریکایی از سال 2022. فیلم مرد خاکستری جدیدترین فیلم نتفلیکس است که البته پرهزینه ترین اثر این کمپانی تا به امروز می باشد. فیلمی پرهزینه و پرسرصدا با تعداد زیادی ستاره در گروه بازیگری خود که در ژانر اکشن ساخته شده است. در فیلم مرد خاکستری داستان حول محور یک مأمور ویژه سازمان سیا میچرخد که پس از کشف یک سری اسرار تاریک مجبور به فرار می شود. مقامات متقابلا یک قاتل بسیار ماهر را استخدام می کند تا این فرد را بکشد. Maybe not anybody. فیلم کنترکتور یا پیمانکار یک فیلم اکشن دلهره‌آور و اولین فیلم انگلیسی زبان طارق صالح است. فیلم کنترکتور
داستان جیمز رید را دنبال می‌کند که به دلیل استفاده از داروهای مسکن و نیروزا از نیروهای ویژه آمریکا اخراج می‌شود و او حال مجبور است برای پرداخت قسط‌های عقب افتاده و هزینه خانواده‌اش با یک پیمانکار نظامی مرموز و ظاهراً شیطانی همکاری کند، اما او در عملیات ویژه متوجه توطئه و خیانت می‌شود. فیلم پیمانکار از همان ابتدا روی موضوع نسبتاً آشنایی دست می‌گذارد، اما این فیلم قرار است چه تفاوتی با آثار گذشته داشته باشد؟ Motivated radical can do. So let's cowboy up, get it done. To survive, you need to get back home. He's gonna come after you with everything. I'm going home. The old wars, Cold War, War on Terror. We knew who. They can destabilize entire countries from a simple reach of their keyboard. فیلم 355. این فیلم که محصول 2022 است و محصول کشور آمریکا، در بستری هیجان انگیز و داستانی غافلگیر کننده روایت اتحاد چند جاسوس بین‌المللی است که برای نجات مردم جان از شر یک بدافزار مرگبار حتی مجبور می شود در برابر ماموران رده بالای خود بایستند، چرا که آنها نیز به دنبال منافع خود هستند. فیلم دارای خشونت بسیاری است و ممکن است برای ساعتی دلخوره و اضطراب را به مخاطبان تحمیل کند. Are you under control? Are you? No. Grab. I like the new team. We'll take it from here. We put ourselves in danger. We're the 355. ممنون که تا آخرین ویدیو ما همراه بودید. مرسی از حمایتتون و ممنون میشم که کانال ما رو ساب کنید و از ما حمایت بیشتر کنید. مرسی. تا دیدار بعد.